هلو. یه زمان طرف میرفت خواستگاری میگفتن آقا دومات فرشو سرویس چوب و یخسال پای شما بقیه عروس خانم میاره. الان میگن دومات جان موتور برگو تو بیا پمپ آب و آفتابر عروس خانم میاره. این مردم چه گناهی کرده؟ یه زمان جنگ شد اسیر این بودن بنزینا رو پر کن، بی برگه شد اسیر این بودن که گوشیشون رو شارژ کن. الان هم اسیر اینن که آفتابه رو پر کنن تو دستوی لنگ نمون. اینقدر گرمه کولرها رو روشن میکن، سازمان برگ از دستمون ناراحت، مجبوریم خاموش کنیم. خاموش میکنیم عرق میکنیم، میخوایم بریم هموم سازمان آب از دستمون ناراحت میشه، نریم هموم سازمان بهداشت از دستمون ناراحت میشه. ما چیکار کنیم؟ فدات میشم اون بالا نشستی شعلش هم زیاد کردی، میخوای ما رو شبیه عکس کارتمندمون کنی اینجوری؟ اللهم گرما و شدیدا کل فیوزا پریدا یخچالامون سوخیدا دار و ندار پوچیدا.